السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. هر یکی ما شاید قصه پیغمبران را شنیده باشیم، ولی شخصی هست که قصه پیغمبران را شنیده است و صورت پیغمبران را دیده است. این قصه در بعض کتاب های تاریخ پیدا می شود. صحابی که صورت پیغمبران را دیده بود. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت میگوید ابوبکر разияллоҳу анҳу هشام ابن العاص разияллоҳу анҳу را به شام فرستاد تا که پادشاه روم هرقل را به اسلام دعوت کند. این قصه را هشام ابن العاص خودش نقل کرده گفته است من و یک نفر دیگر از صحابیانی که قریشی بود به شام سفر کردیم و وقتی رسیدیم به شام به قصر هرقل در آمدیم. هرقل در تختش نشسته بود و از اطرافش مردمان بودند. همه طرف لباسهای سرخ بود. با او نزدیک شدیم. هرقل پرسید وقتی با یکدیگر ملاقات میکنید چی میگویید؟ گفتیم السلام علیکم. گفت پادشاه خود را وقتی ملاقات میکنید چی میگویید؟ یعنی خلیفه مسلمانان را در نظر داشت. گفتیم السلام علیکم. گفت او در جواب به شما چی میگوید؟ گفتیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هرقل گفت بزرگترین سخن شما چیست؟ گفتیم لا اله الا الله والله اکبر. گفت نماز و روزتان چطور است؟ پس با او شرح دادیم نماز و روزه را. هرقل امر کرد که به ما اتاقی برای استراحت بدهند. 3 روز در آنجا بودیم، یعنی در شام 3 روز استراحت کردند. یک شب ما را به نزد خود خواند. به نزدش در آمدیم. پس امر کرد که به نزدش صندوق بزرگی که رنگ طلایی بود و درهای زیاد داشت بیاورند. پس یک دریچه را گشاد، یک دریچه صندوق را گشاد و از درونش یک لباس سیاهی که از ابریشم بود برآورد و هموار کرد. صورت مردی بود که چشمهای کلان داشت، ریش نداشت، گردنش دراز بود، از دو طرف گوشش مویهای دراز داشت. هرقل پرسید میدانید کیست؟ گفتیم نه. هرقل گفت این آدم علیه السلام است. باز یک دریچه دیگر را گشاد و لباس سیاهی از ابریشم را هموار کرد. صورتی سفید بود، مرد با مویهای جنج، چشمای سرخ، سری بزرگ داشت، ریشی خوش صورت داشت. هرقل پرسید میدانید کیست؟ گفتیم نه. گفت این نوح علیه السلام است. باز یک دریچه دیگر را گشاد و یک لباس سیاهی که از ابریشم بود هموار کرد. صورت مردی سفید بود، چشمهای زیبا داشت، پیشانی راست داشت، روی دراز داشت، ریشی سفید داشت،
مثل که لبخند میکرد. هرقل گفت میدانید کیست؟ گفتیم نه. هرقل گفت این ابراهیم علیه السلام است. باز یک دریچه دیگر را گشاد و لباسی سفیدی از ابریشم را هموار کرد. هشام رضی الله عنه میگوید به خدا قسم صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. هرقل گفت میدانید کیست؟ گفتیم بله، این صورت رسول الله است و گریه کردیم. هرقل از جایش خیست و گفت این محمد است؟ گفتیم بله، این صورت محمد صلی الله علیه و سلم است، مثل که ما او را الان زنده میبینیم. هرقل کمی به صورت نظر کرد و گفت این صورت در آخران دریچه بود، ولی من او را پیشتر برآوردم تا که ببینم چی میگوید. و هرقل دریچه های دیگر را هم گشاد و پیغمبران دیگر را هم دیدیم، مثل هارون علیه السلام، موسی علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، یوسف، داوود و سلیمان و عیسی علیهم السلام اجمعین. گفتیم ای پادشاه، از کجا این صورت ها به دست شما رسیدند؟ هرقل گفت آدم علیه السلام از پروردگارش پرسید که پیغمبران را برایش نشان بدهد. پس الله متعال صورت های پیغمبران را برایش نازل کرد. در خزانه آدم در طرف غروب آفتاب بودند. بعد از آدم هزارها سالها گذشت. ذوالقرنین این صورتها را پیدا کرد و بعد از او به دانیال رسید و بعد از پادشاه به پادشاه می رسید تا که به دست من رسید. هشام رضی الله عنه می گوید هرقل را به اسلام دعوت کردیم. هرقل گفت نفسم نمی خواهد ایمان بیاورم، یعنی رغبت به اسلام دارم ولی نفسم نمی گذارد، یعنی اگر اسلام را قبول کنم از پادشاهیم دست باید بکشم. هشام رضی الله عنه می گوید برگشتیم به مدینه و به خلیفه مسلمان ها ابوبکر صدیق رضی الله عنه قصه را نقل کردیم. ابوبکر رضی الله عنه گریه کرد و گفت هرقل بیچاره است، از او اگر خیری می بود الله او را هدایت می کرد. و درستی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بود یهود و نصارا صفت محمد را در کتابهای خود می یابند ولی ایمان نمی آورند.